با سلام و عرض احترام خدمت شما دوستان نهایت ارزشمند. امروز شما را سراغ یکی از مکانهای وحشتناک دنیا میبریم که با دیدن آن وحشت خواهید کرد. وحشتناکترین زندان جهان که زندانیان اجساد پوسیده میخورند. نام این زندان گتاراما است و در کشور رواندا قرار دارد. گفته می شود که زندانیان در آنجا برای زنده ماندن حتی مجبور به خوردن اجساد سایر زندانیان نیز می شوند. برخی از خشن‌ترین جنایتکاران آن کشور از جمله متجاوزین، سارقان و قاتلان در داخل آن زندان پرازدحام خوابیده‌اند. شرایط وحشتناک و کمبود جا در آن زندان اغلب زندانیان را وادار می‌سازد تا ساعت طولانی سر پا بایستند. حدود 6000 زندانی در آنجا نگهداری می‌شوند. گفته می شود که تنها در سال 1995 میلادی بیش از 1000 مرد زندانی در گتاراما جان خود را از دست دادند. این زندان آنقدر ترسناک و مخوف است که به جهنم روی زمین معروف شده است. با توجه به اتفاقاتی که در این زندان در جریان است، به نظر می رسد که این تعبیر بسیار برای آن مناسب است. این زندان فقط گنجایش 500 نفر را در خود دارد و در کمال تعجب همکنون بیش از 6000 زندانی را در خود جای داده است. با توجه به وسعت کمی که این زندان دارد و پوشش 6000 زندانی در خود تبدیل به یکی از زجرآورترین زندان‌های جهان شده است. در زندان گتاراما زندانیان مجبورند تا در تمام وقت سر پا بایستند و همین موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات همچون خستگی، عفونت پاها، ابتلای آنها به امراض و التهابات مختلف شده است. در این زندان گاهی برای نجات جان زندانیان مجبور میشوند که اعضای بدن آنها را از جمله پاهای آنها را قطع کنند. اکثر زندانیان قبل از اجرای حکمشان جان خود را در اینجا از دست میدهند یا دیوانه میشوند. امکان ملاقات در این زندان هرگز وجود ندارد و تجاوز و تعرض از عادی ترین اتفاقات این زندان است و به دلیل ازدحام زیاد زندانی‌ها ایستاده می‌خوابند. شاید باورشان برایتان سخت باشد، اما در این زندان به دلیل کمبود غذا زندانیان همدیگر را می‌کشند و از گوشت هم تغذیه می‌کنند. به دلیل زمین نمناک و کمبود جا اکثر زندانیان همیشه احساس خفگی دارند و به دلیل عفونت و بیماری‌ها مجبورند پاهای خود را در بعضی مواقع قطع کنند. سازمان‌های حقوق بشر در طول دهه‌های متمادی نسبت به شرایط اسفناک درون آن زندان اعتراض کردند. با این وجود اقدام عملی در این باره صورت نگرفته. برخی در آن زندان و مدت 16 سال بدون تعیین تاریخ محاکمه نگهداری شدند. سرهنگ چارلز رئیس گتاراما در اواسط دهه 1960 میلادی با ناراحتی اعتراف کرد که ممکن است برخی از زندانیان نگهداری شده در آنجا بیگناه باشند. با این وجود او اشاره کرده بود که اکثر زندانیان قاتل هستند. دوستان و همراهان گرامی، برای ادامه دوستی و رفاقت لطفاً لایک و سابسکرایب را یادتان نرود. بدرود تا درود دیگر.